میگم بالاخره بعد از 19 بار دستگیر شدن، این بارم شد 20، نمرت شده 220 نمره دستگیریات. بعد از این سن و سال دیگه نمیخوای دست برداری؟ ان شاء الله دیگه میمیرم و دیگه اینجا رو دیگه نمیبینم. قبرم هم خریدم و دیگه آخرش امتحان کردم که برم برای اون دنیا. خب سردار چند بار دستگیر شدن؟ من شنیدم این نمرش 20 شد دیگه. چند سالته شما؟ 19 بار دستگیر شده بود، این بار شد 20 بار. ولی ببینید براش عبرت نشده، این همه عمرش تو زندان بوده ولی با این سن باز ادامه داده. واقعا متاسفم. 73. 70 سالشه. شاید تنبیهی که بعد در نظر میگرفتن. نه ببینید اونم قانونه، با مجازات سرقت معلومه، اون مجازات رو ایشون تحمل کرده، قاضی هم براش اعمال کرده، این براش عبرت نشده. و من فکر میکنم که خانواده باید بیشتر مواظب باشه. خانواده ها 70 سالشه به هر حال 80 سال بالاخره وقتی مجازاتش رو کشید اومد بیرون دیگه کاریش نمیتونه بکنه که ایشون رهاست و این دیگه باید بره جزء لیست کسانی که باید مرتبا کنترل بشه. و اگر یک روزی هم آزاد شد، زنده آزاد شد، اگه زنده سارق چی بوده سردار؟ منزل خیلی هم شیک و به هر حال با کلاس و با کت شلوار و کلیدهای مخصوص و شگرد مخصوص خودش هم داره و اگر زنده اومد بیرون جزء اوناست که حتما باید تحت کنترل قرار بگیره.